پیوندان جنگجویان تاجیک در عراق و سوریه میگویند که مناسبت اطرافیان با آنها در یک سال اخیر سردتر شده است. حمزه تورابکوف ساکن ناحیه ظفرآباد که همسر و 4 فرزندش هنگامی در بازداشت بودن او به سوریه رفتند، گفت یکی از هممحل‌هایش در جلسه با حضور 1000 نفر پیشنهاد کرده است بگذار پسر خردی او در جنگ کشته شود و به تاجیکستان نآید. حمزه تورابکوف میگوید پسر خردش اصیلبک 18 ساله تا لحظه آخرین به او زنگ میزد و پدر خود را ندامت میکند که نتوانست اقلا او را از رفتن به کام آتش و مرگ نگه دارد. حمزه تورابکوف را این شب و روز بیشتر به جلسه و ملاقات با مردم دعوت میکنند تا از سرنوشت تلخ خود به آنها نقل کند. او میگوید گاهی بعضی از ساکنان با سخنهای خود به زخمهایش نمک میپاشند. حمزه تورابکوف حالا همسر نو گرفته صاحب کودک شده است و دامن زندگی را از سر گرفته است. مثل تورابکوف نزدیکان جنگجویان دیگر میگویند که ساکنان به آنها مناسبتی دوگانه دارند. برخی با چشم شفقت و همدردی مینگرند و میخواهند بار غم آنها را قسمت کنند. برخی دیگر نظر محکوم کننده و بیرحمانه دارند. خالصا حسنova ساکنی 50 ساله کوچه دوریدگران خوجند میگوید آنها در محله چون عائله هنرمندان آبرو و منزلت داشتند، ولی بعد آنکه عکس های برادر شوهرش اسماعیل جان حسنوف و پسری همسر او با اتهام اشتراک در جنگ سوریه در تخته افراد تحت جستجوی مقامات نصب شد، مناسبت بسیار اهلی کوی و محله با آنها سرد شد. در جامعه تاجیکستان مقامات و برخی ساکنان عائله را که یک عضو یا اعضایش به جنگ بیگانه رفتند داغ به دامانی آبرو و منزلت آن محل یا دهه می‌دانند. محمد جان حاجیبویف رئیس کمیته مسجد صبر میگوید از آن که بعضی عضوهای خانواده حسنوف ها بر روی خط افراد تحت جستجوی پلیس افتادند، در مسابقه بین محلهای شهر جای اول را از دست داده و در مقام دوم جا گرفتند. او کنارگیری ساکنان از خویشان حسنوف را در وطن بی اساس مینامد. ولی به گفته ساکنان باری ملامت مردم بیش از همه روی شانه های نحیف نسل نورس می افتد و روزگاری بچگی به غم آنها را تلخ می گرداند.